والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على علي بن مسرد المرتضى وليك عدد ما في خلقك عدد ما في علمك سلاما صلاة دائمة بدوام ملكك و سلطانك. دهه مبارک کرامت رو و میلاد حضرت علی بن موسی رضا صلوات الله سلامه علیه رو تبریک عرض میکنم به همه ملت عزیزمون و همه مشتاقان زیارت اون بزرگوار که متاسفانه مدت هاست که محروم موندیم همه از این فیض بزرگ. امیدواریم که خداوند متعال به برکت دعا و شفاعت این بزرگوار رحمت و لطفش رو بر این ملت روز به روز افزون کنه و برکات مجاورت ملت ایران با این قبر مطهر انشاءالله روز به روز افزایش پیدا کنه. بحث امروز من درباره انتخابات است صرفاً. تا کمتر از 48 ساعت دیگر یک رویداد سرنوشت ساز در کشور اتفاق خواهد افتاد و اون عبارت است از انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و روستا. قطعاً سرنوشت کشور در یک برهه زمانی در همه زمینه‌ها، در زمینه اقتصاد، مسائل فرهنگی، امنیت، سلامت، غیره، وابسته به عملی است که شما مردم ایران روز جمعه انشالله انجام خواهید داد. یعنی شما با حضور خودتون، با رأی خودتون سرنوشت کشور رو در واقع رقم میزنید در همه مسائل عمده. کار بزرگ مردم در روز جمعه اولا اصل مشارکت، ثانیا نوع مشارکت و نوع انتخاب خواهد بود که امیدواریم خدای متعال هدایت کنه همه دلهای ما رو، دلهای ملت ایران رو بتوانید به بهترین وجهی در این عرصه ظاهر بشید. در یکی از سخنرانی‌های اخیر عرض کردیم به ملت ایران که حضور مردم در نظام جمهوری اسلامی دارای یک اصل محکم و یک سند متقن فکری است. صرفاً یه مسئله سیاسی نیست. البته فواید سیاسی حضور مردم خیلی زیاد است، لکن علاوه بر اینها و مهمتر از اینها اصل فلسفه حضور مردم در نظام جمهوری اسلامی است. یعنی در جمهوری اسلامی جمهوری یک بخش و اسلامی یک بخش. اگر جمهور حضور نداشته باشن جمهوری اسلامی تحقق پیدا نمی‌کنه. البته از جنبه‌های سیاسی و آثار سیاسی هم ثمرات و برکات فراوانی داره که به بعضی از اونها بعدا اشاره خواهم کرد. به همین دلیل هم است دقیقاً که همه مراکز قدرت شیطانی در دنیا، مراکز قدرت‌های شیطانی در همه عالم، اونایی که با جمهوری اسلامی دشمنی میکنن و مخالفت میکنن، با انتخابات هم به طور ویژه مخالفت و معارضه میکنن. در همه انتخابات‌های ما در طول این 10 سال همیشه اینجور بوده که ابزارهای رسانه‌ایشون، ابزارهای سیاسیشون در خدمت تخریب ذهنی مردم نسبت به انتخابات و اگر بتوانند به نحوی دخالت در انتخابات بوده، برای اینکه نگذارند اون شکوه و شوکت انتخابات ایران خودش رو نشان بده. البته به کوری چشم اونها
در طول این سالهای متمادی همه انتخابات ها سر وقت انجام گرفته، نه تعطیل شده، نه یک روز عقب افتاده. مردم حاضر شدن در پای صندوق ها و رأی دادن. البته تبلیغات سوء آنها وجود داشته قبل از انتخابات، از مدتی قبل از انتخابات تا بعد از انتخابات این تبلیغات همیشه ادامه داشت. شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه. و در همین انتخابات پس فردای ما، روز جمعه ما، الان چند ماهه که رسانه‌های آمریکایی، رسانه‌های انگلیسی و اون مزدورهایی که زیر پرچم اینها و در این رسانه‌ها مشغول کارن دارن خودشون رو میکشن برای اینکه شاید بتوانن انتخابات رو زیر سوال ببرن، حضور مردم رو کمرنگ کنن و انتخابات جمهوری اسلامی رو به نحوی مورد اتهام قرار بدن. انواع و اقسام حرفا رو هم در این زمینه میزنن. خب هدف اونها این است که این انتخابات به اون صورت مطلوب جمهوری اسلامی انجام نگیره. یعنی چه؟ یعنی مردم از نظام فاصله بگیرن، چون عدم حضور مردم در انتخابات طبعا فاصله گیری مردم از نظام جمهوری اسلامی است. این هدف اونهاست. البته مردم به حرف اونها گوش نکردن. تجربه نشون داده که متن مردم، حالا بعضی از گروه‌های خاص رو کار نداریم که همون حرفای اونها رو اونا هم تکرار میکنند، حالا در مطبوعات یا در این روزها در رسانه‌های فضای مجازی همون حرفا رو تکرار میکنن و اونا حالا کاری نداریم. لکن متن مردم نشون دادن که هرچه که دشمن خواسته اینا عکسش انجام دادن و هم در مورد انتخابات، هم در مورد راهپیمایی ها و در مسائل گوناگون دیگه. این دفعه هم انشاءالله به توفیق الهی همینجور خواهد شد. مردم انشاءالله حضور پیدا خواهند کرد و آبرو خواهند داد به نظام جمهوری اسلامی. این نکته رو من بگم، حقیقت اینه که بعضی از حقایقی در عالم سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی، سیاست‌های کشور و همچنین حوادثی که رنگ و بوی سیاسی دارند، بعضی از حقایقی هست که باید نگاه به اونها برتر و فراتر از طریقه‌ها و مزاح‌های سیاسی باشه. فرض کنید مثلا تشییع جنازه شهید عزیز بزرگوارمون شهید سلیمانی، خب یه حادثه بزرگی بود. اینجا دیگه مسئله سلیقه سیاسی و مزاح سیاسی مطرح نبود، همه شرکت کردن. انتخابات از این قبیل. در انتخابات بحث سلایق سیاسی مطرح نیست، همه باید شرکت کنن، همه باید حضور پیدا کنن، چون نظام اجتماعی کشور به این حضور نیازمنده و تأثیر میگذاره که حالا بعضی از تأثیرات رو عرض خواهم کرد. من چند نکته رو درباره اهمیت حضور مردم عرض میکنم، لکن قبل از اینکه این نکات رو بگم مایلم به این آیه شریفه اشاره کنم، آیه‌ای که در سوره مبارکه براءت است، آیه 120 که جزو این آیه، تیکه از این آیه این قسمتی است که میخونم: ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح. مضمون این آیه به طور خلاصه اینه که هر عملی و اقدامی از شما که دشمن از اون ناخشنود باشه، این در پیشگاه پروردگار یه عمل صالح. میبینید که با انتخابات شما به شدت مخالفن دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان ایران. بنابراین اقدام به انتخابات یه عمل صالح. این همه کسانی که دنبال عمل صالحند، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، میخوان عمل صالح انجام بدن، بدونن حضور در انتخابات یه عمل صالح از پیش ایناست. و اما اون نکاتی که مورد نظر من هست، چند نکته، دو سه نکته، سه چهار نکته رو عرض میکنم.
مهمترین نکته این است که انتخابات نشان دهنده حضور مردم در صحنه است. حضور مردم در صحنه. حضور مردم در صحنه یعنی چه؟ یعنی نظام جمهوری اسلامی پشتوانه مردمی داره. این در اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران و اقتدار کشور تأثیر بی‌نظیری داره. یعنی هیچ چیزی، هیچ ابزار قدرتی به اندازه حضور مردم قدرت افزا برای کشور نیست. بله، ما ابزارهای نظامی، ابزارهای سیاسی، ابزارهای اقتصادی رو دارای قدرت افزا میدونیم و قدرتزا میدونیم برای کشور، اما هیچ کدوم به اندازه حضور مردم نیست. حضور مردم نظام جمهوری اسلامی رو به معنای واقعی کلمه قدرتمند میکنه. خب اون کسانی هم که با سفسط گویی‌های گوناگون، میبینید دیگه بعضی از این بیاناتی که متاسفانه بعضی ها میکنن در خلال حرف‌ها تو روزنامه‌ها، تو فضای مجازی، حرفای سفسط آمیزی در مورد انتخابات میزنن. اینهایی که این حرفا رو درباره انتخابات میزنن برای اینکه دل سرد کنن مردم رو از حضور در انتخابات، اینا در واقع دنبال تضعیف نظامند و دشمنان خارجی و بیرونی هم که صریحاً با انتخابات در میافتن، اونها دنبال اینن که نظام رو تضعیف کنن. اونها میدانند که اگر چنانچه حضور مردم ضعیف بشود و کشور ضعیف بشه، اون وقت میتوانند کشور رو دچار ناامنی کنن، دچار تروریسم کنن، کشور رو جولانگاه تروریست ها قرار بدن. این در صورتی است که کشور ضعیف بشه، حضور مردم در کشور، پشتوانه حضور مردم کمرنگ بشه. و این حرفاشون هم گاهی اوقات البته این رو تصریح نمی کنن، اما در گوشه کنار حرفاشون این معنا کاملا شنیده میشه و دیده میشه که دنبال همینن، میخوان حضور مردم نباشه تا نظام ضعیف بشه، تا بتوانن در کشور اخلال کنن، تا بتوانن دخالت کنن، تا بتوانن کشور رو جولانگاه مزدوران خودشون قرار بدن. اینو انسان میبینه. این یه نکته. یه نکته دیگر این است که اگر ما کاهش حضور مردم رو داشته باشیم، از اون طرف افزایش فشارهای دشمن رو خواهیم داشت. یعنی اینا با هم دیگه به معنای واقعی کلمه یک نسبت معکوسی دارن. اگر چنانچه ما در کشور افزایش مردم رو کم داشته باشیم، از اون طرف افزایش فراوان فشار دشمنان رو خواهیم داشت. اگر ما بخوایم فشارهای دشمنان، چه فشارهای اقتصادی مثل تحریم و امثال اینها، از بین بره یا کاهش پیدا کنه، راهش این است که حضور مردم در کشور افزایش پیدا کنه و پشتوانه مردمی به رخ دشمنان کشیده بشه. یک نکته دیگری که این هم مهمه این است که این رئیس جمهوری که روز جمعه انتخاب خواهد شد، اگر با رأی بالا انتخاب بشود، این پشتیبانی محکمی خواهد داشت، رئیس جمهور قوی و قدرتمندی خواهد بود، کارهای بزرگی میتوانه انجام بده. کشور به حمدالله دارای توان بالاست. من رو بعداً در پایان هم یه جمله‌ای در این زمینه عرض خواهم کرد. کشور توانایی‌های زیادی داره، امکانات و فرصت‌های فراوانی در کشور ما هست. استفاده از این فرصت‌ها احتیاج داره به انسان‌های قوی، فعال، پرکار، خسته نشو و قدرتمند. این قدرتمندی رو بیشتر از ناحیه غیر از جنبه‌های شخصی، از ناحیه پشتیبانی مردم رئیس جمهور به دست میاره. اگر چنانچه حضور مردم، حضور دارای نصاب مطلوبی باشه و رئیس جمهور با رأی بالا انشاءالله انتخاب بشه، این موجب این خواهد شد که قدرت پیدا کنه، بتوانه از این ظرفیت‌ها درست استفاده کنه و اینها. یک نکته بعدی مسئله سلامت انتخابات. من قبلا هم عرض کردم، الان هم تأکید میکنم،
خوشبختانه در طول این سالهای متمادی همیشه انتخابات‌های ما انتخابات‌های سالمی بود. اینایی که اعتراض میکنن ممکنه یه گوشه یه اختلالی در یه بخشی داشته باشه، اما مجموع انتخابات سالم و قوی بوده. یه شاهد روشن و دلیل متقن این است که در طول این 10 سال در انتخابات‌های ریاست جمهوری رؤسای جمهوری آمدن سر کار که مذاق‌های کاملا متفاوتی با هم داشتن، سلایق سیاسی متفاوتی داشتن. خب این نشون دهنده این است که انتخابات سالم انجام گرفته. یعنی اینجور نبود است که انتخابات تابع فکر سیاسی خاص یا مذاق سیاسی خاصی باشه، نه، طبق قانون انجام گرفته. گاهی رئیس جمهوری با یک مذاق سیاسی سر کار آمده، گاهی رئیس جمهوری با مذاق سیاسی کاملا متفاوت با او سر کار آمده. بنابراین انتخابات‌های سالمی هست و اینی که گفته میشه رقابتی، به حمدالله رقابتی هم هست. خب دیدید مناظره ها رو. حالا من درباره مناظره ها عرایضی دارم که اگر زنده بودیم بعد از انتخابات عرض خواهم کرد. ولی خب ملاحظه کردید در مناظرات نامزدهای محترم نشون دادن که کاملا رقابتی حرکت میکنن. یعنی معارضات فکری، معارضات زبانی در بین نامزدها وجود داشت و که هر کدوم هم بالاخره طرفداران خودشون رو دارن. این هم بالاخره از جمله اون حقایق مسلم انتخابات‌های ماست. البته دشمنان همیشه از اول انقلاب تا امروز، از روزی که رفراندوم جمهوری اسلامی برگزار شد با 98 و اندکی بالاتر رأی، زیر سوال بردن آراء مردم رو، تا امروز همه انتخابات ها رو زیر سوال میبرن. خب از دشمن آدم انتظار هم نداره که اعتراف کنن که انتخابات های ما صحیحه. جالب این است که بعضی از کشورها هستند که در میانه قرن 21 اداره قبیله‌ای میشن، یعنی در زیر حکومت یک قبیله دارن مدیریت میشن و اداره میشن، که اصلا بوی انتخابات هم به این کشورها نرسیده. مردم این کشورها اصلا نمیدونن صندوق رأی چی هست، فرق صندوق رأی و صندوق میوه اصلا نمیدونن که چقدر صندوق رأی چی اصلا. اینها هم تلویزیون 24 ساعته را میندازن که علیه انتخابات ما صحبت کنن، بگن انتخابات ایران دموکراتیک نیست. این هم جزو مسائل جالب این روزهای ماست. یک نکته دیگری که وجود داره و به نظر من قابل توجه این است که بعضی از کسانی که اظهار تردید میکنند در امر شرکت در انتخابات، مرددن یا دلسردن، اینا قشرهای ضعیف جامعه، قشرهای محروم جامعه. اینو من اطلاع دارم، از نظرخواهی ها و نظرسنجی ها میدونیم. بعضی از قشرهای محروم جامعه هستن که اینا خب توقعات بجایی دارن و گلایه دارن از اینکه این توقعات برآورده نشده. مسئله معیشت، مسئله مسکن، مسئله اشتغال، که خب واقعا بایستی مسئولین کشور به این مسائل برسن و باید میرسیدن به این مسائل. اینا گلایه مندن، لذا دست و دلشون به انتخابات نمیره. میگن حالا مثلا شرکت کردیم چه فایده؟ به نظر من گلایه اینها بجاست، اما تصمیم گیریشون بجا نیست. بله گلایهشون گلایه درستی، بایستی به این گلایه ها رسیدگی میشد و دولت آینده حتما بایستی در صدر برنامه‌های خودش رسیدگی به این قشرها را قرار بده. اما بحث سر این است که این نرفتن پای صندوق رأی و قهر کردن با صندوق رأی مشکل رو حل نمی‌کنه. این مشکلات اگر مناس حل بشه به این صورت حل میشه که برن جمعیت‌ها، ماها همه بریم پای صندوق رأی و رأی بدیم به یک کسی که معتقدیم میتوانه این مشکلات رو حل بکنه. این مشکل رو حل میکنه. والا اینی که ما چون گله داریم پس رأی ندیم، به نظر من این درست نیست. اینم نکته مهمی است. بنابراین من گلایه ها رو قبول دارم
ولیکن شرکت نکردن به خاطر این گلایه ها رو قبول ندارم. حتما دولت آینده هم باید در این زمینه کار لازم خودش رو انجام بده. یک نکته دیگر مربوط به جوان هاست. جوان ها، خب بنده خیلی اعتقاد به جوان ها دارم و معتقدم جوان ها در همه مسائل عمده کشور پیشرو و پیشرانند. هم خودشون جلودار و پیشرو قضیه هستن، هم دیگران رو به جلو حرکت میدن. در انتخابات هم باید همجور باشه. بنده انتظارم از جوان‌ها اینه، جوان‌های عزیز کشور، که حرکت به سمت صندوق‌های رأی رو و شرکت مردم رو هرچه میتوانند ترغیب کنند و در این زمینه فعالیت کنند، به خصوص رأی اولیه ها که عده کثیری رأی اولی داریم در هر دوره از دوره‌های انتخابات ریاست جمهور. بخش بزرگی رأی اولی هستند. اینا حضورشون در انتخابات در واقع مثل جشن تکلیف سیاسی است برای اینا. در واقع جشن تکلیفی است که وارد میکنه. آخرین نکته‌ای که بخوام عرض بکنم و عرایضم رو به پایان برسونم این است که میبینم من بعضی‌ها با تحلیل‌های غلط میخوان روح یأس و ناامیدی رو در مردم تزریق کنن، مردم رو ناامید کنن. حالا از دشمن انتظاری نیست. متاسفانه در داخل هم بعضی‌ها با بدبینی، با تحلیل‌های ضعیف به معنای واقعی کلمه، تحلیل‌های ضعیف، حرفایی میزنن که در واقع میخوان مردم رو ناامید کنن، مایوس کنن، یا نمیخوان لکن عملاً مردم رو مایوس میکنن. من میگم این غلط. مطلقاً یأس و ناامیدی موردی نداره در کشور ما. ملت ما ملت قدرتمندی است، ملت با اراده است. بنیه کشور ما قوی است. ما کشور قدرتمندی هستیم. بنده در بیانیه گام دوم توضیح دادم، در صحبت‌های گوناگون هم توضیح دادم، ما ملت بزرگی هستیم، ما کشور قدرتمندی هستیم، توانایی‌های زیادی داریم و این توانایی‌ها از چشم دشمنان ما هم پوشیده نیست. همه میدونن در بخش‌های مختلف هر جایی که همت کرد ملت ما توانست کارهای بزرگ انجام بده. اصل انقلاب از این قبیل بود، تشکیل نظام جمهوری اسلامی از این قبیل بود، مسائل جنگ تحمیلی از این قبیل بود. آخرین قضیه، آخرین مورد همین مسئله واکسن کرونا است. خب جوانهای ما منتظر نموندن که دستهای بخیل خارجی ها به ما واکسن بفروشن، که دیدین گفتن مسئولین که واکسن رو از فلان مرکز جهانی خریدن، پولش هم دادن و او نمیده واکسن رو. یعنی اینجوریست دنیا. جوانهای ما منتظر این معنا نموندن، از همون روزهای اول شروع کردن تلاش کردن، کار کردن، از طرق مهمی در زمینه واکسن کار کردن تا رسیدن به واکسن. اعلان شد واکسن داخلی، دیروز پیروز اعلام شد، به من هم کتباً گزارش دادن و واکسن رو به وجود آوردن. ما شدیم جزو 5-6 تا کشوری در دنیا که میتوانند واکسن کرونا رو تولید کنند و زیرساخت‌های خوبی هم داره. به من گفتن که میتوانند در ماه گمانم حدود 50 میلیون 30 میلیون اینجور چیزی، حالا الان یادم نیست، واکسن تولید کنن و بین مردم تقسیم بشه. این حالا یکی از واکسن هایی که تولید شده که همین روزها اعلام شد این تعداد داره. واکسن های دیگر هم در مراکز متعدد دیگری هم دارن تولید میکنن، اونها هم پی در پی انشالله خواهد رسید. این توانایی ملت رو نشون میده. قبل از این هم همینجور بود. چند سال قبل از این ما برای رادیو داروهای خودمون احتیاج پیدا کردیم به اورانیوم غنی شده 20%. هی وعده و وعید و میدیم و نمیدیم و بالاخره ندادن. خب در یه مدت کوتاهی ظرف چند ماه جوانهای خود ما همت کردن و 20% رو ساختن بدون اینکه نیازی به اونها باشه. حالا اونا دارن داد و فریاد میکنن که چرا 20% ساختیم. حالا 60% دارن میسازن برای مصارف گوناگون دیگر. البته همه مصارف هسته‌ای ما صلح میشه. در زمینه ابزارهای دفاعی هم همینطور. ما احتیاج به ابزارهای
دفاعی داشتیم و به ما نمیفروختن که من بارها این رو گفتم. خود جوانهای ما شروع کردن امروز خوبش رو، بهترش رو، مؤثرترش رو در کشور داریم از اون چی که میخواستیم از اونها تهیه کنیم. این ملت رو نمیشه مایوس کرد. این ملت با این توانایی ها، با این همت، با این بنیه قوی، این ملت رو نمیشه مایوس کرد و بی خودی تلاش میکنن و اون کسانی که تحلیل های بی مورد میکنن که آثار اون تحلیل ها یأس آفرینی است، اونا به نظر من کار غلطی رو انجام میدن. این ملت به الحمدلله توانایی هاش خوبه. خب عرایض من در مورد انتخابات تقریبا تمام شد و فقط میخوام به دستاندرکاران انتخابات ضمن خسته نباشید البته سفارش کنم که اولا تمهیدات لازم رو برای سلامت مردم در هنگام حضور در پای صندوق‌های رای حتما ملاحظه کنن و پیش بینی کنن. چون مردم میخوان شرکت کنن، باید جوری باشه که این شرکت مردم، این حضور مردم پای صندوق رای به سلامت جامعه مطلقاً صدمه‌ای نباید بزنه. این کار احتیاج به تمهیدات داره. البته اعلان کردن مسئولین که در این قضیه دارن تلاش میکنن، بنده هم تأکید میکنم که حتما تلاش کنن. ثانیاً مشکل کمبود برگه های تعرفه. یکی از مشکلاتی که ما در انتخابات ها مکرر باش مواجه شدیم و هی به ما شکایت کردن اینه که گاهی از یه نقطه‌ای میگن آقا تعرفه نیست، یا تعرفه ساعت 8 مثلا فرض کنید یا 7 انتخابات شروع میشه، تعرفه هنوز نرسیده. این مشکل رو برطرف کنن، نگذارن که جایی بدون تعرفه برگه های تعرفه رای بمانه، یا دیر برسه یا نرسه یا کمبود داشته باشه. این هم مطلب دوم که این باید پیشاپیش فکرش بشه. ثالثاً در گزارش های مربوط به خارج از کشور به بنده گزارش شده است که در برخی از کشورها، شاید تعداد زیادی از کشورها، آمادگی های لازم به نحو مطلوب فراهم نشده. اینجور میگن. من از وزارت کشور، وزارت خارجه جداً مطالبه میکنم و میخوام که این قضیه رو دنبال کنن و نگذارن، چون وقتی باقی نیست، نگذارن که در این کشورها اون ایرانی هایی که علاقمندن که در رای گیری شرکت کنن نذارن که اینها بمانن. این هم نکته بعدی. و رابعاً با هر تخلفی هم برخورد کنن. این عرایض ماست. از خداوند متعال میخواهیم که دلهای ما رو هدایت کنه. پروردگارا، دلها در اختیار توست، در دست توست. همه این دلها رو هدایت کن به اون چی که صلاح این کشور و صلاح این ملت در اون است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.